یو گایز اصلا الان تقریبا نکردم از اجرا کوسر. سلام بچه، چطورین؟ امروز اومدیم پارت توی چین استودیو رو بگیریم. حالم از این بازی برمیخوره که همینجا بمیریم و نتونیم پارت توشو بگیریم و میریم برای پارت تو. اینجا هماهنگی که نیازه توی رشته ریاضی نیاز نیست آقا رضا. خب آقا رضا چو جان خب بهترین پلیر جهان اینجاست. هر وقت اومد رو میریم. خب نه وایسا یعنی تا خرتناق اومد بریم دوستان ما همینجا رید. استاد لطفاً خب دوستان از ما دوباره الان باید برسیم اونجا و دوباره بیایم برای شما رکورد کنیم. دقیقاً فعلا خب شما با یه کات میگذره ولی ما اندازه یه عمر میگذره. واقعا پس لذت ببرید و این ویدیو رو لایک بکنید و از طریق دونیت ما لایک کنید خداییش تا آخر این بازی رو میرم. یعنی اگر این ویدیو واقعا 20 تا لایک بگیره، اگر این بازی رو تموم نکنم سگم. آره واقعا اگه 25 تا لایک بگیره من چنل مانیتایز بودم میبندم. خب بریم. خدایی شاخا شبیه اونایی نیست تو هنتای میکنن تو کونشون. نه خب بینم اون گفتم خدایی بازیگریم خوبه. خیلی دیر گفتی باید زودتر میگه نگاه چی میگه نگاه چی میگه زیگزاگیه. چی؟ ببخشید تو شانس هم بودی خیلی خلاقات بود. اون کامل دکتر اوی جو اول پس بگیرم نزدیک بیفتم تو لپتاپ تفید چه شد؟ لپتاپ که ندیده ها؟ نه خدا شد. مال شما چی؟ بابا این اصلا خونه ما نمید شد لطفاً به اصلا نظر چه بیخیال این پارچم؟ چکار کنی؟ بیخیال این پارچم. نه بذار ایبره بسید این بر این دست من دیگه ازش کرده بود بذارم نداره اونجایی هم که را میرم دوباره میافتیم و بذاری این ویدیوت که نبا بی نقص باشه. دوستان الان من یه چیزی بگم. الان ما نکنیم اون بالا 40 دقیقه است. یعنی ما تقریبا حدود خیلی وقت که الان داریم میریم بالا داریم میفتیم. پس همین الان برو یه لایک بکن، یه کامنت بذار، چنل هم سابسکرایب بکن چون ما پول ندارم. $1 هم حمایت مالی کنید. آره دقیقا یه دونیت هم بزن. خب دوستان ما از اونجایی که کلن ریدیم، کلن تو این بازی ما ریدیم، تو بازی دستان ریدیم، تو فورتنایت ریدیم، حالا فورتنایت خیلی وقت بازی نمی‌کنیم، تو کانتر تو همیشه ما ریدیم و الان من میخوام اینجا بیام ضبط کنم که ما میرسیم بکنم دیگه و الان بعد از شاید
46 دقیقه بالاست ما رسیدیم به اسکلت رو بریم شالا دیگه قهرمان دنیا بشیم. ولی ما تو قهرمان شدن مثل پرسپولیس هیچ وقت قهرمان نمیشیم. شو برو بیرون. یارو 36 دقیقه بازی رو تموم کرده، ما 46 دقیقه هنوز رو اسکلتاییم. ای خدا بریم برعکس میگم. بیا ایول الان تصمیم گرفتم که سیتران مانند بریم فقط با شیفت. فهمیدی؟ این خط سری میدیم. ایمان من الان 17 دقیقه دارم رکورد میکنم، شاید 3 دقیقه شما بتونید ببینید، یعنی 17 دقیقه 3-4 دقیقه شد. نه مثلا 4 دقیقهش قابل پخشه. آره 4 دقیقه بقیهش با سانسور شد. بودو سری بیا. بگو یکم شبیه ابی نیستم. آراج خود ابی. یا دیگه قرار بود اسپیدران کنیم. بیا لطفاً ما عادی هم نمیتونیم بریم. نه دیگه ما همون دیگه، من میگم عادی نمیتونیم بریم، مجبوریم اینجا رو کلا شیفت بگیریم. بیای اینجا باشه اگه شما نیفتی هستیم. وایسا این آدم تو رو خدا اینجا فکر اومدی بیای اینجا دیگه واقعا دیگه آقا ایبارم افتادیم دیگه تمام کن کلا کات کن. آره واقعا این رو گفتیم دوستان، من میرم برای پارت 3 ویدیو رو تموم کنیم. آره نه کلا این بازی رو تموم میکنم. آره اگر 100,000 تا لایک افتاد میریم برای پارت بعد. نفس به من نیست. نه اوکی شانست خلکی. یعنی من یه لحظه الان اومد یادم که همینجا برم دکمه ویندوز رو بزنم، این دکمه اینجا رو بزنم. ولی خب بازم اینجاییم بالاخره. حالا بازم اینجاییم. وقتم خرشانستی خدا دیگه تلش برامون سوخت. بس بریم بدبخت یوتیوب دلشتی. آره یوتیوب فینال خودشون رو رکورد کنن، بازی هم خودش دلش سوخت. یا اول فرز اوچی نمیپری دیر میپری. اینجا رو آرام میفته تو دوباره خوب اومدیم. آره یه دقیقه وایسا من دستم این خلل حاجی واقعا اینجا جز هیجان نداره دیگه برای اینجا رد شدیم. ای خدا دوستان ریدم تو این بازی. هیچ وقت این بازی رو امتحان نکنید. اصلا اسمش هم نمیذارم، اسمشو گذاشتم گفتم ولی خب شما امتحان نکنید. من بی در حال صخره نوردی. خب خود
ترامپولینیم دیگه ما اصلا حرفی توست. واقعا حال میده ترامپولینش حال میده. اوه حاجی چقدر خرشانسی. اصلا شد باورتونش الان داریم میکنیم اگر خرشانسی قبل این اصلا اصلا همین مچی که نیفتادیم واقعا 3 بار شانس بود. میدونم که اینجا مثل مچ های قبل که ما نیفتادیم. این اسکلت ها دیگه واقعا من قبل این اسکلت رو خیلی راه میرفتم. من خودم قبلا یکم این بازی اسکلت رو این حلوا میرفتیم ولی الان این اسب داریم نمیتونیم خود 2 نفریم داریم فرستر. نه 2 نفری میرفتیم استاد 2 نفری میرفتیم. آها الان دا اصلا هماهنگ بودیم. این آقا احمد تن سرویس هم سر ضبط ویدیوی ما اون اومده خونه شون الان یه دفعه یکی دفتاقش میزنه میگه سلام پلام نه میگه سلام علیکم سلام. از بخاطر که بیش از حد ویدیو مصبایی اصلا نمیره ما با این که منو جلو طرف بیایی. آره نه وایسه مثلا نمیده. به به آقا اگه تایزه ویدیو رو لایک کنیم. نه نرو خدایی شکر نرو. رو وایسادی تو نرو استاد نرو وایساد نرو بیا پایین قشنگ چقدر قشنگ رفتم چقدر هماهنگ. سنگ بعدی اینو رد کنیم لطفاً. بریم گفتم بگو سنگ بعدی. اوه خدای شکرت. یعنی اینجا رو رد میکنیم خدا کیف کردی؟ اگه من نمیپریدم هیچ موقع رد نمیشدی. بابا دمت گرم. اینجا دیگه خدایی راحته بهتر از اینجا دیگه خوراکمونه دایی. اینجا خیلی سخته باید اصلا فرق داره. این بار مقش عوض شد. بگو همینی که داشتیم بازی میکنیم فرق داره. وایسا بذار بزنیم وایسا بریم. بابا این چقدر قشنگه. خال ماست است. خب دوباره رسیدیم سر نه هنوز نرسیدیم. بگم رسید. بریم بالا رسیدیم. آره بالا رسیدیم. خب پای یه دم برامون بخون. اونجا تو مستی چشمات. خب دوباره رسیدیم جایی که ویدیو رو استارت زدیم. نه پریان هنوز هماهنگ نکردیم و الان اگر اینجا رو بیافتیم دوستان ویدیو تمومه. یعنی اصلا احتمالاً 7 دقیقه 6 دقیقه از این ویدیو در بیاد و خدا پشتمون دیگه. هر وقت اومد بریم. خب نه الان هر وقت گفتم بریم نه پریخ سب بریم دوستان خیلی ممنون تا اینجا این ویدیوی حقیر آمیز رو تموم کردین دیگه. این بازی رو الان از اینجا من همین الان میرم حذف میکنم. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید. ویدیوی بعدی و گیم بعدی که 100% از این گیم بهتره بدرود. آقای ابی هم ازتون خدافظی. یه خدافظی آوازانگیز بخون. دو تو مستی چشمات. خدافظ حالم خدافظ.